من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد از اینکه خواندیم یهود و دشمنان عیسی علیه السلام مکر کردند و نیرنگی به کار بردند که عیسی علیه السلام را به دار بیاویزند، به دار بکشند و از بین ببرند، الله تعالی تدبیر فرمود، جلوی مکر اونها را گرفت. اما تکلیف خود عیسی علیه السلام چی شد؟ الله می فرماید اذ قال الله یا عیسی اینی متوفیک و رافعک. زمانی که الله تعالی فرمود ای عیسی اینی متوفیک، ما توفی دهنده تو هستیم. توفی چرا میگویند؟ همه مفسران گفتند التوفی اخذ الشیء وافیا. التوفی اخذ الشیء وافیا، یک چیزی را کاملا گرفتن، کاملا دریافتن، این را میگن توفی. خدمتتون عرض کردم که بسیاری از مردم معتقدند، بعضی از اهل تفسیر معاصر، که عیسی علیه السلام وفات کردند، فوت کرد، یعنی مثل بقیه انبیا روحش به پیش خدا رفته و عیسی رفع نشده به آسمان ها، به اون معنایی که ما اهل سنت معتقدیم. رفع نشده به آسمان ها، به آسمان ها برده نشده. ما معتقدیم که رفع صورت گرفته و این از قرآن هم ثابته، از همین کلمه متوفیک و رافعک الیه. ما تو را کاملا گرفتیم و رافعک الیه و بلند کرد کننده تو هستیم. من خدا انی متوفیک، من خدا کامل گیرنده تو هستم. و رافعک
بلند کننده تو هستم به سوی خودم. رافعک شما بنویسید روح مع الجسد، یعنی روح با جسد، روح با جسد تو را بلند میکنم. خب ببینید اول عبارت آلوسی را هم میخوانم، فهم مفسر خیلی مهم است. المراد اخذک وافیا بروحک و بدنک، مراد این است که ای عیسی تو را کاملا ما میگیریم با روح و بدنت. فیکون و رافعک الی کالمفسر لما قبله، این جمله رافعک الی تفسیر کننده ما قبل است، متوفیک هست. یا عیسی انی متوفیک، کاملا تو را گیرنده هستم. یعنی چی؟ یعنی و رافعک الی. آلوسی میگه این و رافعک الی تفسیر چیه؟ متوفیک هست. ببینید چرا خدای عزوجل دو کلمه بکار برد؟ خداوند اگر میگفت یا عیسی انی رافعک الی، من تو را به سمت و سوی خودم رفع میکنم، آیا این کفایت نمیکرد که متوفیک هم گفت؟ مفسران دلیل این نکته را گفتند، نوشتند، میگویند اگر خداوند عزوجل میفرمود انی رافعک الی، خب در دل مستمعین مخاطبین قرآن این می آمد که خداوند عیسی را برده به سوی خودش، همونطور که بقیه انبیا را خداوند روحشان را قبض کرده و به سوی خودش برده، عیسی را هم به طرف خودش برده. لذا عیسی را که به طرف خودش برده یعنی مثل بقیه انبیا وفات کرده، به این خاطر یک کلمه اضافه کرد، نه متوفی کرد. توفی عرض کردم اخذ الشیء، یعنی کامل بردن، جسد را بردن. کامل بردن معنی چی میشه؟ جسد را بردن. این استدلال امام رازی هست. این نکته ای که گفته چرا متوفی را مقدم کرد، این استدلال امام رازی هست. خب پس سوال اینه که چرا قبل از رافعک متوفیک را ذکر فرمود؟ می فرماید و انما علم الله، خدا می دانست که ان من الناس من یخطر بباله، بعضی از مردم هستند که در دلشون این خطور می کند که ان الذي رفعه الله هو روحه لا جسده، شاید در دل مخاطبی این خطور بکند که اونی که خدا رفع کرده انی رافعک الی، اگر می گفت روح عیسی رفع شده نه جسد عیسی، روح عیسی نه جسده. الان ذکر هذا الکلام، خداوند این کلام را ذکر کرد لیدل علی انه علیه الصلاة والسلام، تا که متوفیک دلالت کند بر اینکه عیسی علیه الصلاة والسلام رفع بتمامه الى السماء، رفع بتمامه الى السماء، تماما به آسمان چی شد؟ رفع شد، به روحه و به جسده، هم روحش و هم جسدش. تفسیر کبیر. متوجه شدید؟ پس متوفیک فایدهش اینه. لذا این آیه دلیل روشنی هست و دلیل آشکارایی هست، صریح هست، مبنی بر این که عیسی علیه السلام در آسمان ها هستند و حیات دارند. حیات عیسی علیه السلام حیات دنیوی هست، مثل بقیه انبیا حیاتش برزخی نیست. و این آیه علاوه از این که این آیه دلیل هست و دو تا آیه قبل خواندیم که چی هستند، اون آیه اشاراتی دارند در رابطه با نزول عیسی علیه السلام، احادیثی که در حد تواتر هستند، احادیث زیادی.
من هم عبارت علامه ابن جریر را میخوانم و هم حدیث و روایتی از بخاری، امام بخاری رحمه الله. این را برای شما میخوانم، اگر نتونستید بنویسید خلاصش را بنویسید. قال ابو جعفر و اولا هذه الاقوال بالصحه عندنا. ابو جعفر میگوید که نزدیکترین قول به صحه نزد ما قول من قال معنا ذلك، معنای این آیه این است که انی قابضک من الارض، انی متوفیک، معنی چی است؟ انی قابضک من الارض و رافعک الی، و تو را میبرم به سوی خودم. چرا این معنی را کردی؟ لتواتر الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون اخبار متواتری از رسول الله داریم که این اخبار متواتر چی میگه؟ انه قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود ینزل عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم فرود میاد، فیقتل الدجال، دجال را میکشد، ثم یمکث فی الارض، بعدا سنواتی در روی زمین میماند. ابن جریر اون سوالی که دوست ما نوشته بود که عیسی می آید و جز پیروان و لشکریان مهدی میشه، نخیر. اون چی که در ترتیب علائم قیامت هست، ابتدا مجدد آخر این امت که یکی از مجددان هست مهدی می آید، و مهدی که بیاید جهاد را آغاز می کند، تجدید و تعلیم دین را آغاز می کند، مسلمانان همراه می شوند، روز به روز پیشرفت و روز به روز بلاد اسلامی گسترش پیدا می کنند تا اینکه بخش بزرگی از کره زمین به دست مسلمانان و حکومت اسلامی قائم میشه. بالاخره دجال ظهور می کند. دجال که ظهور می کند، دجال پیشروی می کند بعد از سنواتی، و مهدی عقب نشینی می کند، تا اینکه مهدی با همراهانش و با لشکریانش به حرمین شریفین اونجا پناه میبرند، همه جا را دجال میگیرد. اونجا مهدی هست که حضرت عیسی علیه السلام نزول میکند و دوباره عیسی علیه السلام پرچم را به دست میگیرد و پیشروی میکند در مقام لد، که علما نوشتن مقام لد فرودگاه اسرائیل هست امروز. در مقام لد اونجا دجال را عیسی علیه السلام میکشد و دوباره همه جا را حکومت عیسی علیه السلام میگیرد. به هر حال این آنچه هست که در احادیث آمده و علما نوشتن. این حدیثی بود که از ابن جریر، عبارتی بود که از ابن جریر در تفسیر این آیه ذکر شد. و اما اکنون روایت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت مرفوعی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود والذی نفسی بیده، قسم به اون ذاتی که جان من در اختیار اوست، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، نزدیک هست اون زمان که در میان شما ابن مریم یعنی عیسی ابن مریم فرود می آید، حکما عدلا، به عنوان یک حاکم عدل، به عنوان پیغمبر نه، حاکم عدل از این امت. فیکسر الصلیب، می آید صلیب را که آرم مسیحیت هست میشکند، یعنی با مسیحیت و آرم مسیحیت مبارزه می کند. و یقتل الخنزیر، خنزیر را که مسیحیان حلال می دانند او را می کشد. و یضع الجزیه، جزیه را بر می دارد، چون الان دستوری چی هست؟ جزیه هست. هر کسی از کفار جزیه بدهد مسلمان نشه، اشکالی نداره، ولی در آخر زمان جزیه منسوخ میشه. خب زمان جزیه را رسول الله خودش تعیین کرده تا اون زمان است. عیسی که بیاد جزیه برداشته میشه، یا اسلام یا کشته شدن، دو راه میماند برای انسان ها. پس این حدیثی هست که در رابطه با عیسی علیه السلام. اما ببینید روایت هایی هم از بعضی مفسران هست، متقدمین که بعضی متأخرین گفتن، حتی افراد تحصیل کرده ای هستند، دانشگاهایی هستند که کم و بیش از علوم قرآنی واقفیتی دارند، اونها هم نزول عیسی را انکار می کنند و بعضی از ملاهای ما هم انکار می کنند و روایتی را استنباط می کنند. در تفسیری هم دیدم
که اینی متوفیک را تفسیر کرده بود اینی ممیتک، ای عیسی ما تو را موت میدیم. اینی متوفیک یعنی چه؟ اینی ممیتک. در واقع این روایت از ابن عباس منقول است. اینی متوفیک یعنی چه؟ اینی ممیتک. در بخاری هم هست. پس خداوند گفته اینی ممیتک، ما تو را موت میدیم، و رافعک الی، به آسمان میبریم. پس مثل بقیه انبیا موت آمده، روحش به طرف الله رفته. اولا که این روایت منقطعی هست، در میان این روایت راویانی هستند که چی شدند؟ حذف شدند. و دوما در مقابل این روایت صحیحی از خود ابن عباس است. قول ابن عباس، ببین این روایت از ابن عباس است، اون روایت هم از ابن عباس هست. اون روایت را من میخوانم، قرطبی اون را نقل کرده. والصحیح ان الله تعالی رفعه الى السماء. قول صحیح این از ابن عباس نقل شده و جمع مفسرین نامهایشون را میخوانم. قول صحیح این است که ان الله تعالی رفعه الى السماء، خداوند عیسی را به آسمان ها برد، من غیر وفات ولا نوم، مرگ نبود، خواب هم نبود، پس چی بود؟ با بیداری. من غیر وفات ولا نوم، کما قال الحسن، حسن بصری گفته، و ابن زید، و هو اختیار الطبری، اختیار امام طبری هم همین است. و هو الصحیح عن ابن عباس رضی الله عنه، سخن ابن عباس و روایت صحیح ابن عباس هم همینه. و قاله الضحاک، ضحاک هم گفته، حواله قرطبی، آدرس چیه؟ تفسیر قرطبی. پس از خود ابن عباس قول صحیح اینه که عیسی علیه السلام چی شده؟ رفعه الله تعالی الى السماء من غیر وفات ولا نوم. متوجه شدید؟ ثانیا اگر این روایت صحیحی باشد، همین روایت که انی متوفیک به معنای انی ممیتک هست، باز هم مفهومش این نیست که حضرت عیسی وفات کرده، بلکه ما میگیم در این آیه تقدیم و تأخیر شده. انی رافعک و متوفیک، یعنی ای عیسی ما اول تو را به آسمان ها میبریم، اونجا پیش ما میمانی، دوباره میای روی زمین، دوباره موتت میدیم، مثل بقیه تو هم میمیری. متوجه هستید؟ واو برای ترتیب نیست، شما قبل خواندید در نحو، واو برای چی هست؟ مطلق جمع. این نیست که متوفیک اول باشد، رافعک دوم باشد. ما میگیم رافعک اول هست. چنانچه این توجیه هم از قتاده منقول است، علامه آلوسی ذکر کرده. عن قتاده هذا من المقدم والمؤخر، اگر متوفیک را به معنی ممیتک بگیریم، اون وقت آیت تقدیم و تأخیر دارد. هذا من المقدم والمؤخر، اینجا آیت تقدیم و تأخیر دارد. ای انی رافعک الی و متوفیک، من تو را به سوی خودم بلند کردم و بعداً وقتی که به زمین آوردم وفات هم دادم. متوفیک به معنی ممیتک. متوجه شدید؟ پس اگر اون روایت صحیح باشد، متوفیک به معنی ممیتک باشد، اینجا این معنی هست. اما گذشته از این ببینید در قرآن مجید هر جا نگاه میکنیم برای موت کلمه وفات بکار نرفته. هر جا در مقابل حیات چیه؟ کلمه و واژه موت هست، وفات نیست. مثلا الله تعالی می فرماید کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یتوفاکم، نفرموده. چی فرموده؟ ثم یمیتکم ثم یحییکم. پس در مقابل حیات وفات نیست، موت هست واژه قرآنی. یا در جای دیگه می فرماید الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، احیاء و امواتا، در مقابل حیات موت هست. پس اگر بحث موت عیسی می بود می گفت انی ممیتک،
متوفیکه که میگوید متوفیکه به معنای وفات، وفات فارسی ما نیست. متوفیکه به معنای کامل گرفتن هست. این وفات عربی، توفی عربی است. این توفی که ما در فارسی استفاده میکنیم نیست. خلاصه از مجموعه این دلائل این برمیاد که حضرت عیسی علیه السلام به آسمان ها برده شده حیاً و در آسمان ها تشریف دارد و در آخر زمان همانطوری که در احادیث صحیح و مرفوع داریم انشاءالله نزول می کند و بر شریعت محمدی علی صاحبها الفتحیه عمل می کند. خب پس اکنون آیه را و به ترجمه آیه توجه بفرمایید. الله می فرماید و اذ قال الله یا عیسی، زمانی که الله فرمود ای عیسی انی متوفیک، من کاملا تو را میگیرم. یعنی چه؟ و رافعک الی، یعنی رفع میکنم تو را به سوی خودم. این دو. و مطهرک من الذین کفروا، و پاک میگردانم تو را از کسانی که کفر کردن، یعنی یهود و نصارا. از یهود و نصارا تو را از دست اونها الله تعالی نجات میده، پاک میگرداند از شرک و کفر اونها. و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامه، و قرار میدهم کسانی که تو را پیروی میکنند بر بالای کسانی که کفر کردن به تو، یعنی متبعین واقعی تو را، که متبعین واقعی کی هستند؟ مؤمنین هستند و متبعین واقعی حضرت عیسی. اونها را قرار میدهم فوق الذین کفروا، ما فوق کسانی که کفر کردن تا روز قیامت. تا روز قیامت یهودی که دشمن عیسی علیه السلام هستند از هر نظر ما تحتند، ما تحت مسلمانان یا ما تحت مسیحیان، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر حکومتی، هم از نظر قدرت، هم از نظر به هر حال حجت، از هر نظر عقب مانده هستند. خب ثم الی مرجعکم، سپس به سوی من مرجع شماست، بازگشت شماست. فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون، من رب، من الله فیصله می کنم بین شما فیما کنتم، در آنچه که شما اختلاف می کردید، در مسائلی که اختلافی، مسئله توحید. الله می فرماید من فیصله می کنم. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا، تخویف دنیوی. اما کسانی که کفر کردند به الله، به توحید الله، به رسالت انبیاء، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرة، من آنها را عذاب میدهم، عذاب شدید در دنیا و آخرت. و ما لهم من ناصرین، شفاعتی، سفارشی، پارتی بازی. الله می فرماید و ما لهم، نیست برای آنها من ناصرین، هیچ نوع کمک کنندگانی، شفاعت کنندگانی، سفارش کنندگانی. اما بشارت برای مؤمنین. و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، فیوفیهم اجورهم، کامل عنایت می فرماید به آنها مزدشان را، پاداششان را. الله مزد و پاداش آنها را کامل میده. والله لا يحب الظالمین، علت اینه که خداوند دوست ندارد ظالمین را، مشرکین را، به اونها نمیده، اما مؤمنین مزد و پاداششون را کامل میده. اما اکنون خداوند عزوجل باز هم در میان داستان مریم و زکریا هم دلیل
برای صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شد، اینجا هم دلیلی بیان میشه. ذالک نتلوه علیک من الآیات. این ذالک مشار الیه چیه؟ ای المذکور من نبأ عیسی. این اخبار عیسی که برای شما نقل شدند و ذکر شدند، اینها نتلوه علیک من الآیات و الذکر الحکیم، ما اینها را بر تو تلاوت میکنیم ای رسول الله. شما اینجا بنویسید جمله معترضه بر صداقت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. ما اینها را تلاوت میکنیم بر تو، از آیات الهی هستند و ذکر الحکیم، ذکر الله که سراپا توش حکمت است. ذکر همون قرآن هست، ولقد یسرنا القرآن للذکر. خب منظور آیه چی هست؟ منظور آیه همینه که این دلائل قاطعه، این آیات روشن که ما تلاوت میکنیم از اخبار عیسی، اخبار پیشینیان، با چه دقتی حتی پیروان عیسی، عالمانی که خودشون را نسبت به عیسی میدهند، حافظانی که حافظ انجیل هستند، اونها هم اینطور دقیق داستان عیسی را خبر ندارند. اونها نمیدونند آخر جریان عیسی چه شد. بعد از عیسی وحی نیامد که واقعیت گفته بشه، هرچی که اونها فکر کردن همون عقیده شون شد. اما نبی خاتم دقیق از روی وحی الهی بیان کرد واقعیت را. لذا اینجا علامه آلوسی نوشته ای الحجج الداله من الآیات. نه، آیات چی هستند؟ الحجج الداله، حجت هایی که دلالت میکنند علی صدق نبوتک، بر صدق نبوت شما. اذا علمتهم بما لا یعلمه، زمانی که شما علم اونها را دارید، لا یعلمه الا قارئ کتاب، علم اونها را پیدا نمی کنند مگر کسی که قاری کتابی باشد، کتابی را بخواند، خواننده باشد، او معلم، یا کسی که معلم باشد یا معلم باشد که آموزش دیده باشد. ولست بواحد منه، تو نه قاری کتاب هستی تا حالا کتاب خواندی، نه معلمی، نه آموزش شده هستی. الا انک قد عرفته من طریق الوحی، از کجا اینها را تو میدانی؟ از طریق وحی. پس این دلیل است که بر این که تو پیغمبر خدا هستی، فرستاده الله هستی. لذا الله می فرماید ذالک نتلوه علیک من الآیات، آنچه که ذکر شد از اخبار عیسی ما تلاوت می کنیم بر تو ای رسول الله، از آیات الهی و از ذکری که سراپا حکمت است. خب اکنون جواب این شبهه، اونا می گفتن خب پدر ندارد، العیاذ بالله پدرش کیه؟ خداست. الله می فرماید پس پدر آدم کیه؟ آدم هم پدر نداره. نه، خلقت عیسی مثل خلقت آدم است. هنوز خلقت آدم عجیب تره. عیسی هنوز مادری دارد، آدم نه پدر دارد نه مادر. لذا این چه شگفتی دارد، چه تعجبی دارد که شما از این تعجب کردید و میبرید به خدا میچسبانید. پس این جواب شبهه و اشکال اونهاست. الله میفرماید ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، بدرستی که مثال عیسی نزد الله مثال آدم یا حالت آدم هست، حالت عجیبتر آدم. خلقه من تراب، آدم را الله پیدا فرمود از خاک، ثم قال له کن فیکون، سپس الله به او گفت کن، به وجود بیا، فیکون، پس اون شد، به وجود آمد، پیدا شد. لذا مثال عیسی هم همچنینه، این که تعجبی ندارد. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، این که بر تو نازل میشه، الحق یعنی هذا هو الحق، این که خدا میفرماید عیسی با دستور خدا و با نفخ
جبرائیل از مریم متولد شد بدون اینکه جز خدا باشد، ابن الله باشد، بلکه روحی هست که از جانب الله. حق این است، نه اون چه که مسیح میگوید، نه اون چه که نصارا میگویند و نه اون چه که یهود میگوید. هر دو غلط میگویند. الحق من ربک، حق این است که رب میگوید و از جانب ربت هست. قال ابو مسلم، ببین عبارت علامه امام رازی هست در تفسیر این آیه، ان المراد هذا الذي انزلت عليك هو الحق. مراد اینه که ای رسول الله این چیزی که بر تو نازل شد حق اینه. هذا الذي انزلت عليك هو الحق من خبر عیسی علیه السلام، از اخبار عیسی حق این است. لا ما قالت النصارى واليهود، نه اون چه که نصارا و یهود میگویند. فالنصارى قالوا ان مریم ولدت الها. ببین چه تفاوتی بین سخنشان. ان مریم ولدت الها، نصارا میگویند مریم خدایی به دنیا آورد، العیاذ بالله، خدایی را و معبودی را زایید. ولدت الها والیهود رموا مریم بالافک، یهود مریم را متهم کردن به بی‌عفتی، به دروغ. تفسیر کبیر. پس ببینید مسیح چی میگه، مسیحیت چی میگه، یهودیت چی میگه. هر دو غلط میگن، هر دو اشتباه میگن. الحق من ربک، حق آن است که از جانب رب تو بر تو نازل میشه. فلا تکن من الممترین، نباش از شک کنندگان، یقین و باور کن که آنچه که الله میگه درسته. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، الله میفرماید بعد از اینکه هنوز با تو بحث بکنند هیچ جای شبهه باقی نماند. اونا میگفتند که چرا این کلمات آمده؟ خب خداوند فرمود این از متشابهات است. خب چرا به عیسی بدون پدر متولد شد؟ خداوند هم جواب داد که این آیه‌ای هست مثل خلق آدم. چرا به مریم بدون موسم میوه میرسید؟ الله تعالی هم جواب داد. خود مریم گفت که زکریا گفت انا لك هذا، قالت هو من عند الله. چرا به زکریا بدون زمان و اوان فرزندی رسید؟ خب هنالک دعا زکریا ربه، زکریا هم از رب خواست. همه شبهات مسیحیان پاسخ داده شد. دیگه جای سوالی برای مسیحیان نجران نیست. با دلائل قاطع، دلائل محکم، همه خفاها را قرآن شفاف کرد. لذا هنوز هم بخوام بحث بکنن دیگه جای بحث نمونده. بگو بیایم که مباهله میکنیم. اینجا دعوت به مباهله هست. دعوت به چیه؟ مباهله. مباهله اینه که در اصطلاح شریعت وقتی که اهل باطل دلائل را قبول داشته نباشند و بر عناد خودشون و بر ضد خودشون بمانند، خب اونها میگم که شما هم خارج بشید با اهل و عیالتون، با کیان و کسان خودتون، با فرزندانتون، با اطرافیانتون. ما هم اطرافیان خودمون را بر میداریم. همه معتقدین و فرزندان و زنان و همه را بر میداریم. میریم یک دشتی بیابانی دعا میکنیم، میگوییم خدایا هر کس که بر باطل است او را نابود بگردان، هلاکش بگردان. لذا الله تعالی به رسولش گفت که دعوت به مباهله بده. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این حکم خدا را اجرا کرد و دعوت به مباهله داد، بزرگان نجران مثل آقای ابو حارث یا ابو حارثه و عاقب و سید و غیره ترسیدن، میدونستن پیغمبری به حق است. گفتن ما مشوره میکنیم. مشوره کردند، نتیجه یافتند که اگر این پیغمبر
پیغمبر به حق باشد، ممکن نیست که از اونجا ما برگردیم زنده برگردیم. همه ما هلاک میشیم، نابود میشیم. پس بهتر اینه که اگر مسلمان نمیشیم مباهله هم نکنیم، جزیه را قبول کنیم. جزیه میدیم، تسلیم شدند و آخر جزیه پرداخت کردند. پس برای مباهله آماده نشدن. این دعوت به مباهله است. الله می فرماید فمن حاجک، هر کسی با تو بحث بکند فیه، در این موضوع، در موضوع عیسی، بنویسه الوهیت عیسی. هنوزم میگه عیسی خدا، عیسی معبود. من بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینکه علم پیش تو آمد، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، بگو بیایید ما میخوانیم فرزندان خودمون را و فرزندان شما را، و نساءنا، و زنان خودمون را، و نساءکم، زنان شما را، و انفسنا، و خودمون هم میاییم، و انفسکم، خودتون هم بیایید، همه میاییم جمع میشیم. ثم نبتهل، سپس مباهله میکنیم، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، پس ما لعنت خدا را قرار میدهیم بر کاذبین در این بحث، بر کاذبین در این بحث، در این مباحثه. هر کس که دروغگو هست لعنت خدا بر او باد. بیایید میریم بیرون. رسول الله صلی الله علیه وسلم آماده شدند، به اصحاب و اهل بیت دستور دادن که آماده بشند، ولی مسیحیان نجران ترسیدند، آماده نشدند، به جزیه راضی شدند. اینجا این بحث ما بین ما و بین مسیحیان بود که دلائل با دلائل قاطعه معلوم شد که عیسی نه خدا هست، نه فرزند خدا هست، نه جز خدا هست، نه اختیارات خدایی دارد، بلکه عبد خدا هست، بنده خدا هست. خدا به او کرامت داد، پیغمبر خدا بود، معجزات را به دستش ظاهر کرد. اما یک بحث فی ما بین خودمون اینجا هم باز بکنم، میان خود مسلمانان. اینجا عزیزان شیعه میگند که از این آیه مباهله چون روایتی است، هم این روایت در کتابهای اهل سنت است، هم در کتابهای شیعه هست، که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت به مباهله داد، حضرت علی را گفت بیا، حسن بیار، حسین بیار، فاطمه را بیار، خودت هم بیا، میریم برای مباهله. خب این درست، این روایت وجود داره، حضرت علی را خواستند. لذا از اینجا ما هم میگیم حضرت علی، حضرت فاطمه، حضرت حسن، حسین را رسول الله خواستند، ولی میخوان از اینجا چی ثابت کنند؟ از اینجا خلافت بلا فصل. چرا؟ چون که فقال تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم، فرزندان من را و فرزندان شما را. خب فرزندان ما حسن حسین، و نساءنا و نساءکم، زنان ما را. خب زنان ما فاطمه هست. فاطمه زنان هست یا زن هست؟ یک زن هست. خب اشکال نداره. و انفسنا و انفسکم، انفس ما، نفس خودمون را ما میاریم. انفس میگه علی هست، پس علی نفس پیغمبره. علی چیه؟ نفس پیغمبره. به این معنی که پیغمبر نباشد بلا فصل جانشین پیغمبر کی هست؟ علی هست. به این صورت استدلال کردن بر این که خلافت بلا فصل علی را ثابت بکن. متوجه شدید؟ اولا خدمت شما میگیم که این استدلال از آیه کی نیست. تو آیه ذکری نه از علی هست، نه از فاطمه هست، نه از حسن هست، نه از حسین هست. این استدلال را شما میارید از یک روایتی. تو آیه کوچکترین اشاره به این مطلبی که شما میگید نیست. دوما مراد از انفس علی گرفتن، این خلاف تصریحات مفسرین سلف ماست.
هیچ کس نگفته مراد از نفس حضرت علی هست، بلکه اولا در نفس اولا خود رسول الله هست. ما میریم بیرون، خود رسول الله تشریف دارد، خود رسول الله میخواد به بیابان بره و انفسنا، پس یه مصداق نفس خود رسول الله هست. دوم مصداق نفس تمام مسلمانان هستند، مثل حضرت علی هم هست، بقیه مسلمانان هم. چون اینجا ببینید مباهله یک خاندان نیست، مباهله برای دین هست، پیروان دین، متبعین دین. پیروان دین فقط 5 نفر نبودند. اگر پیروان این دین که دین خاتم است، دین آخر الزمان هست تا قیامت میاد، پیروان این فقط 5 نفر باشند، العیاذ بالله، پس تکلیف این دین مشخص، فاتحه این دین خونده شده است. فقط همین 5 نفر هستند، دیگه کسی نیست. مباهله خانوادگی نیست، مباهله برای دین هست. ببینید پس مراد از نفس اگر بگیریم، اولا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم، لا نسلم ان المراد بالنفس بانفسنا الامیر. آلوسی میگه ما تسلیم نمی کنیم که مراد از انفسنا امیر کرم الله وجهه هست، امیر رضی الله تعالی عنه است، حضرت علی، بل المراد نفسه الشریفه صلی الله علیه و سلم. مراد از انفس کی هست؟ خود رسول مکرم صلی الله علیه و سلم. این شد روح المانی. اکنون عنا نفسه و علی، اگر خود رسول الله باشد و علی باشد خب هم اشکال ندارد. چرا؟ والعرب تسمى ابن عم الرجل نفسه. عرب پسرمو را هم نفس میگه، بقیه خویشاوندان را هم نفس میگه. کما قال الله تعالی ولا تلمزوا انفسکم، بر خودتان عیب وارد نکنید، یعنی به برادرانتان، به خویشاوندانتان، به مسلمانانتان. یرید اخوانکم وقیل هو علی العموم لجماعت اهل الدین. بعضی گفتن انفس بر عموم، بر همه اهل دین چی میشه؟ اطلاق میشه. خب باز اگر بگن که خب رسول الله که اینها را خواست، حضرت علی را، حضرت حسن، حسین، فاطمه را که خواست، تو حدیث اهل سنت، در روایت اهل سنت هم هست، بله اینها را خواست. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که حضرت علی و بقیه ازواج مطهرات حاضر بودند، در خانه رسول الله بودند، در حجره های رسول الله بودند، در حجره های خودشون بودند، نیاز نبود که اینها را بخواد. حضرت علی و فرزندانش فاصله داشتند، لذا آن حضرت اونها را خواست که اینجا بیاند، آماده باشند که اگر یه وقتی، چون رسول الله نرفتند، بیرون نشدند، از هیچ روایتی ثابت نیست که بیرون شده باشند، اما فقط دستور آمادگی داد. پس وقتی که دستور آمادگی، باید فرزندان خودش را بخواد نزدیک بیان، چون که در خانه ها کی بودند؟ اهل بیت، ازواج مطهرات. چنانچه بحر المحیط میگه ولو عزم نصارى نجران علی المباهله، اگر نصارای نجران به صورت یقین برای مباهله آماده می شدند و جاءوا لها، برای مباهله می آمدند، لامر النبی صلی الله علیه و سلم المسلمین ان یخرجوا باهالیهم یا ان یخرجوا باهالیهم. رسول الله قطعا مسلمانان را دستور میده که با اهل و عیال بیرون بشند، چون من عرض کردم مباهله برای حقانیت دین اسلام هست، لذا تمام پیروان دین اسلام باید بیاند. تنها پیروان دین اسلام 5 نفر نبودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم زحمت کشیده بود، حاصل زحمتش هزاران نفر درست شده بودند. و باز ببینید عرض کردم ابناءنا ابناءکم جمع هست، نساءنا نساءکم جمع هست،
انفسنا انفسکم جمع هست، از صیغه جمع دیگه مفرد فقط فاطمه مراد گرفتن، علی مراد گرفتن، این خلاف لغت قرآن هست، خلاف لغت عرب هست. متوجه شدید؟ و ثالثا سوم، بالفرض شما میگید شما روایت دارید که علی و حسن و حسین را رسول الله خواست. خب این روایت ما را قبول داریم، ما روایت دیگه هم داریم، اون چرا قبول نمی کنید؟ روایت هست در در منصور، این روایت را هم کسی روایت می کند که برادران شیعه به عنوان امام خودشون امام باقر می گوید. پدر جعفر صادق کیه؟ باقر. امام باقر این را روایت کرده، در در منصور سیوطی آورده. خب اگر این روایت اهل سنت قبول، اون روایت اهل سنت هم باید قبول باشه. اون جایی که حتی راوی کی هست؟ باقر رحمه الله تعالی هست. اون روایت را ببینید، عن جعفر ابن محمد، از امام جعفر صادق، جعفر ابن محمد روایت هست. محمد همون امام محمد باقر است. عن ابیه، که از پدرش جعفر محمد ابن محمد باقر روایت میکنه، فی هذه الآیه تعالوا ندعو آباءنا و آباءکم و ابناءنا و ابناءکم. در این روایت امام محمد باقر چی گفت؟ قال فجاء بأبي بكر وولده وبعمر وولده وبعثمان وولده وبعلي وولده، در منصور. ابو بکر گفت با فرزندانت بیا، عمر گفت با فرزندان، همه آماده بشید. خب این هم روایت اهل سنت است، اون هم روایت اهل سنت است. اگر میپذیرین هر دو را بپذیریم. لذا در این آیه مباهله این نیست که فقط حضرت علی را خواسته و از کلمه نفس خلافت بلافاست، اونم خلافت که از نظر برادران ما مسئله امامت از اصول هست. ببین توحید یکی از اصول است. در صفحه قرآن با چه صراحتی، با چه دلائلی، با چه تأکیداتی بیان میشه، اما مسئله امامت با اشاراتی که هیچ که قبول هم داشته نباشد باید صریح بشه. لذا استدلال گرفتن از این آیه توجیه ندارد. الله می فرماید ها ثم نبتهل، سپس ما مباهله می کنیم، فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، قرار می دهیم لعنت خدا را بر کاذبان، بر دروغگویان، کسانی که در این بحث دروغ می گویند. ان هذا لهو القصص الحق، نتیجه بحث بعد از مباهله. در مباهله ترسیدن نیامدند. خدا می فرماید ان هذا از قول آلوسی بنویسید، المذکور فی شأن عیسی، آنچه که در شأن عیسی ذکر گردید، لهو القصص الحق، این بیان حق است. قصص یعنی بیان حق در رابطه با عیسی، اونی که قرآن میگه، نه اون تفسیری که شما مسیحیان از خود در آوردید، ابن الله، الله، اله، معبود و فلان. و ما من اله الا الله، نیست هیچ معبودی لایق پرستش مگر الله. بنویسین، نه عیسی، نه عزیر، نه مریم، هیچ الهی برای عبادت بغیر از الله. حاصل تمام این دلائل همین شد، آخر ثابت شد که عیسی عبدالله و رسوله هست، عبدالله و رسوله هست، معبود نیست، خدا نیست. پس این نتیجه دلائل. و ما من اله الا الله، هیچ الهی، هیچ معبودی نیست بغیر از الله. و ان الله له العزیز الحکیم، بدرستی که الله عزوجل غالب و با حکمت است. دیگه دلائل تکمیل شدند، حجت تمام شد. بعد از این هم اگر کسی انکار بکند، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آنان اعراض بکنند، اگر باز هم پشت بدهند، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ،
اینا مفسدند. این بغیر از فساد دیگه چیزی نیست. خدا هم مفسدین را خوب میداند و مفسدین را جزا میدهد. به وقت جزا، دنیا دار جزا نیست، دار جزا آخرت است. به وقت جزا اونها را چی میکند؟ جزا میدهد. خب بعد از تکمیل دلائل و چه دلائل مفصلی، دعوت اهل کتاب به سوی توحید. خداوند تعالی با چه کلمات بلیغ و خیرخواهانه اهل کتاب را به توحید دعوت میدهد. قل یا اهل الکتاب. وقتی که وحدت باشد باید مشترکات در وحدت لحاظ بشه. مشترک چیه؟ توحید است. قل یا اهل الکتاب. بدون توحید وحدت امکان ندارد با اهل کتاب. تا زمانی که اونها نیایند و غیر الله را نفی نکنند وحدت امکان، چون توحید یک چیز اتفاقی هست. قل یا اهل الکتاب، اعلان بفرما ای اهل کتاب، تعالوا الی کلمت، بیایید بسوی کلمه که سواء برابر هست، مستویه، کلمه که برابر هست، بیننا و بینکم، بین ما و بین شما برابر هست. اون کلمه چیه؟ بیان سوا. الا نعبد الا الله، ما هیچ هستی را، هیچ معبود باطلی را پرستش نکنیم، الا الله، بغیر از الله، ولا نشرک به شیئا. این متمم لا نعبد الا الله است، تکمیل اون هست. ولا نشرک به شیئا، و شریک نگیریم به خدا هیچ چیزی را، هیچ احدی را، هیچ کسی را. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و نگیرد بعضی از ما بعضی دیگر را ارباب، رب، مالک، مختار، کارساز، من دون الله، بغیر از الله. اگر توجیه بکنن اهل شرک بگن ولا نشرک به شیئا، ما چیزی را با خدا شریک نگیریم. چیزی را یعنی بت را، سنگ را. بله نباید بت را، سنگ را شریک خدا. اما انبیا و اولیاء اینا که مختار هستند. ولی ببین ادامه را الله تعالی برای این دفع دخل مقدر فرموده ولا یتخذ بعضنا بعضا، بعضی از ما بعضی را نگیریم، همانطوری که بعضی از ما بعضی را گرفتیم. بعضی از امتیان پیغمبران را ارباب گرفتند، مسیحیان عیسی را، یهودیان عزیر را، مسیحیان مریم را، بعضنا بعضا ارباب من دون الله. همینه، اینا بت را عبادت نکردند، سنگ و درخت عبادت نکردند، بندگان خدا را عبادت کردند. بندگان خدا را رب گرفتند، مختار، مشکل گشا، حاجت روا، غیب دان. الله می فرماید دعوت به توحید و امر مشترک اینه. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نگیرد بعضی از ما بعضی دیگر را رب و معبود نگیرد، مالک و مختار نگیرد، حامی نگیرد، من دون الله، بغیر از الله. فإن تولوا جلال نوشته جلال الدین رحمه الله عن التوحید، فإن تولوا عن التوحید فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اگر مسیحیان پشت دادند پس شما اعلام بفرما که شما گواه باشید بأننا مسلمون، ما مسلمانیم. مسلمون یعنی چه؟ بازم جلال الدین سیوطی موحدون، جلالین، ما موحدیم، ما یکتا پرستیم، ما مثل شما هر جا پرست و هر کس پرست نیستیم، بلکه ما یک جا پرست، یکتا پرستیم. یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم. اکنون خداوند پاسخ بقیه اشکالات اهل کتاب را هم بیان می فرماید. اهل کتابی که می گفتند ابراهیم از ماست، ابراهیم بر دین یهود بوده، مسیحیان می گفتند بر دین مسیح بوده. الله تعالی می فرماید که
اون وقت که ابراهیم بود اون وقت کجا دین یهودی بود، دین مسیحی بود. ابراهیم یک تاپرست بود، دین حنیف داشت، یک سویی داشت از همه ادیان، از همه خدایان، فقط جهتش و سویش به طرف الله بود، موحد بود. یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، لم تحاجون فی ابراهیم، چرا شما بحث میکنید درباره ابراهیم؟ و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده، نازل نشد تورات و انجیل مگر بعد از ابراهیم. افلا تعقلون، عقل ندارید، درک ندارید، این مسائل را متوجه نمیشوید. فتدعون المحال یا فتدعون المحال، ادعای محال میکنید، یک چیزی که محال است. لذا ابراهیم، در زمان ابراهیم یهودیتی نبود. جلالین اینجا نوشته افلا تعقلون، یعنی بطلان قولکم، عقل ندارید، به بطلان قولتون پی نمیبرید. جلالین ها انتم هؤلاء، اکنون الله تعالی نکته دیگه میگه شما در رابطه با موسی و عیسی و عزیر و هارون و پیغمبرانی که بودند و دین اصلی یهودیت را و مسیحیت را پایریزی کردند، خب اطلاعات ناقصی دارید، درباره اونها هم بحث میکنید. این قابل تأمل است، قابل تحمل است. اما چرا نسبت به پیامبرانی که هیچ چیزی بلد نیستید اونجا چرا بحث میکنید؟ ابراهیم را میارید یهودی قرار میدید. ها انتم هؤلاء، خبردار شما این اهل کتاب موجودین، حاججتم فیما لکم به علم، بحث کردید، مجادله کردید در اون مسئله که شما نسبت به او علم داشتید، خب شکست خوردید، دلیلی برایتون نبود. اما فلم تحاجون، چرا بحث میکنید فیما لیس لکم به علم، در آنچه که هیچ علمی ندارید، هیچ اطلاعاتی ندارید، در اون مسائل چرا بحث میکنید؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون. فیما لیس لکم به علم بنویسیم من محاجتکم فی ابراهیم، من محاجتکم در رابطه با بحث درباره ابراهیم. والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند شما نمیدانید. اما اکنون براءت ابراهیم از فرق ثلاثه، نه یهودی بود، نه مسیحی بود، نه مشرک بود، مثل قریشی ها که میگفتن ابراهیمی اصلی ما هستیم. نه خیر، ابراهیم بر این دین خرافات شما نبود. ما کان ابراهیم یهودیا، نبود ابراهیم یهودی، ولا نصرانیا و نه نصرانی، ولكن کان حنیفا مسلما، اما یک سو بود، مسلم بود، موحدا. جلال نوشته مسلما یعنی چه؟ ما قبلا خواندیم مسلم، اسلام به معنی اخلاص، اخلاص یعنی فقط یک خدا را عبادت کردن، پس مسلم یعنی موحد. ولكن کان حنیفا مسلما، اما اون یک سو بود از ادیان دیگر، مسلما یعنی موحد بود. و ما کان من المشرکین، از مشرکین هم نبود، نه اعتقادا و نه عملا منیست، نه اعتقادا و نه عملا. پس نه یهودی ها با ابراهیم مناسبتی دارند که ادعا بکنند، نه مسیحیان و نه مشرکان. پس چه کسی با ابراهیم مناسبت داره؟ الله اعلام می فرماد ان اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین مردم به ابراهیم، قریبترین مردم به ابراهیم که قرب ابراهیم را دارن از نظر فکری، از نظر اعتقادی، دینی، مذهبی، للذین اتبعوه، کسانی که در زمان ابراهیم پیروی کردند او را،
للذین اتبعوه، اونهایی که پیروی کردن ابراهیم را، بنویسی فی زمانه و بعده، در زمان ابراهیم و بعد از زمان ابراهیم. و هذا النبی دیگه چه کسی؟ این پیغمبر یعنی محمد صلی الله علیه و سلم، والذین آمنوا، و همچنین نزدیکترین افراد به ابراهیم مؤمنین هستند، یعنی صحابه رسول الله. لا انتم، جلالین گفته لا انتم، شما مدعیان دروغین نیستید، اینها نزدیکان ابراهیم هستند. والله ولی المؤمنین، این مؤمنینی که خداوند هم حامیشون هست، مؤمنینی که والله ولی به معنی چی؟ حامی و کارساز. خداوند ولی مؤمنان هست، حامیشان هست. بله، لذا ابراهیمی اصلی رسول الله هست، امت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان. ود طائفة من اهل الكتاب، خداوند می فرماید اینجا زجر هست بر اهل کتاب. اهل کتاب با این همه دلائل انسان نشدند، اصلاح نشدند، بلکه هنوز تمنایشون اینه که شما را هم گمراه بکنند. زجر خدا بر اونها بیان میکند. ودت طائفة من اهل الكتاب، دوست دارد، تمنا دارد گروهی از اهل کتاب. لو یضلونکم، ببین این دلیل محاجهشون هم است. چرا اینقدر بحث میکنند؟ لو یضلونکم، هدف از بحث کردنشان فساد هست، هدف از بحث کردنشان اصلاح نیست. لو یضلونکم یعنی اضلالکم، گمراهی شما را میخوان، اما شما گمراه نمیشید، شما حامی و پشتیبان مثل حق دارید، آیات را نازل میکند، واقعیت را به شما میگه، خودشون گمراه میشن. و ما یضلون الا انفسهم، گمراه نمیکنند مگر خودشان را. چطور گمراه میکنند؟ به اصرارهم علی الیهودیت و النصرانیه فی زمان محمد صلی الله علیه وسلم. گمراهی اینه که انسان بر یهودیت اصرار کنه، بماند قبل از این اگر یهودیت بود معنا داشت، نصرانیت معنا داشت، الان اصرار کردن در زمان رسول الله، دینی که منسوخ شده، دینی که باطل شده، پس اینا خودشون را گمراه کردن. و ما یشعرون، خودشون شعور ندارند، درک ندارند، متوجه نیستند. لذا الله تعالی دومین زجر را خطاب به اهل کتاب بیان می‌فرماید. یا اهل الکتاب، مرض کتاب هم اهل کتاب هم اینجا هست. یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب، لم تکفرون بآیات الله. مرض اول کفر، چرا کفر میکنید به آیات الهی یعنی تورات و انجیل؟ و انتم تشهدون، شما هم گواه هستید، شما هم میدونید، خودتون میدانید که داری کفر میکنی، داری انکار میکنی. چه کفری کردند؟ علامه آلوسی نوشته که در کتابشون نوشته بود ان الدین عند الله الاسلام، دین پسندیده، مرضی، مقبول نزد الله اسلام هست. اینها اسلام را نپذیرفتند، کفر کردن به اسلام، پس این کفر به کتاب خودشون هست. نه، لم تکفرون بما فی کتبکم، چرا اون مضمونی که در کتبتان هست به اون کفر میکنید؟ من ان الدین عند الله الاسلام و انتم تشاهدون ذلك، شما هم شاهد هستید که داری کفر میکنید. روح المانی. لذا الله می فرماید یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، لما تکفرون بآیات الله، چرا کفر میکنی به آیات الهی که در تورات و انجیل هست؟ و انتم تشهدون، شما هم گواه هستی که کفر میکنید. مرض دوم تحریف، مرض اول کفر، مرض دوم تحریف. یا اهل الكتاب
لم تلبسون الحق بالباطل، ای اهل کتاب چرا خلط میکنید، قاطی میکنید حق را به باطل، و تکتمون الحق، و حق را کتمان میکنید، حق را میپوشید، و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید حق چیه. شما هم میدونید حق را، باز هم حق را چی میکنید؟ کتمان. چطور ذکر محمد صلی الله علیه وسلم که بود در تورات، در انجیل، میگفتن این محمد، این فارقلیت که در انجیل به کلمه فارقلیت آمد، این آقا نیست، این شخصیت نیست. اون علائم کاملا با ایشون همخوانی و تطبیق ندارن. این سری چیزهایی از خود میگفتن تو قاطی میکردند و شرایط من درآوردی و تحویل مریدان و مقتدیان خودشون میدادند. میگفتن که فرق میکنه، لذا خلط میکردند حق را با باطل. قبلا ما خواندیم که دو چیز بود، یکی تلبیس، یکی کتمان. تلبیس نسبت به چه کسانی؟ کسانی که اطلاعات مختصری از تورات و انجیل داشتند، اونایی که میدونستند تو تورات ذکر رسول الله آمده، ذکر محمد آمده، خب برای اونها خلط میکردن، میگفتند که چنین است و چنان است و نه علامت یکی کمه و یکی اضافه و فلان، خلاصه دفع میکردن. این تلبیس، توجیه کردن، تحریف تورات. و نوع دوم تحریف کتمان بود. اون جاهلها و بیسوادها که هیچ چیزی از تورات و انجیل نمیدونستن، اونها وقتی که میپرسیدن که ذکری آمده از این پیغمبر، میگفتن نه هیچ خبری نیست، اونجا کتمان میکردند. پس دو مرض، تلبیس برای کسانی که کم و بیش اطلاعات داشتند و کتمان برای کسانی که هیچ اطلاعاتی نداشتند. و قالت طائفه، این زجر سوم، باز هم زجر خداوند بیان میفرماید که اینها بغیر از اینکه حق را کتمان میکردند، به جای اینکه بیان ایمان بیاورند، تسلیم بشند، اینها سعی میکردند که جماعت مسلمانان را متفرق بگردانند، در دل مسلمانان شک و تردید ایجاد بکنند. همون طوری که امروز خیلی ها هستند در رابطه با اصل اسلام شک و تردید ایجاد میکنند. بعضی شبکه ها هستند فقط نشستن در رابطه با اسلام، احکام اسلام اعتراض میکنند. چرا در اسلام مساوات نیست؟ چرا حق زن به حق زن ظلم شده؟ چرا نابرابری هست؟ چرا قطع ید هست؟ چرا قصاص هست؟ چرا رجم و سنگسار هست؟ لذا تردید و شک ایجاد میکنند. اینها همون برنامه های قدیمی یهود هستند، هیچ تغییری نیامده. میخوان جماعت مسلمانان را دلسرد بکنن، مایوس بکنن از اسلام. خب مسلمان بی آگاه، بی اطلاع، بی خبر از حکمت ها و فلسفه ها مینشینه، گوش میکنه، باور میکنه، در دل شک ایجاد میشه. چرا حضرت عیسی نجنگید؟ رسول الله همیشه در جنگ بود. خب ما خواندیم حضرت عیسی هم جهاد کرد، حواریون یاریش کردند. خب واقعیت ها را نمیگند. یا بعضی در رابطه با توحید تشکیک میکنند، شک ایجاد میکنند و مردم را در رابطه با توحید سرگردان میکنند. یه معجزه ای را ذکر میکنند از معجزات رسول الله، یا کرامتی از اولیاء، یا از معجزات پیامبران سابق. ببینید اینها این قدرت را داشتند، این اختیارات را داشتند، این تصرفات را داشتند، اولیاء خدا میتونه هر کار بکنن فلان اینها تشکیک میگند. در دل مسلمانان شک ایجاد کردن، تردید ایجاد کردن، تا نسبت به عقاید دینی و اسلامی خودشان بی اعتماد باشند. لذا اونها اون زمان همین کار را کردن. اون زمان شبکه‌ای نبود، اینترنتی نبود، ماهواره‌ای نبود، ابزاری دیگه نبود. اونها نیرنگ دیگه به کار بردن. یک دسته‌ای را آماده کردن، یک جمعی را، یک گروهی را گفتن شما برید اونجا، جلسه پیغمبر با همراهان و اصحاب و یارانش هست، شما برید و اظهار بکنید، اظهار اخلاص بکنید
ما پی بردیم به پیغمبری شما، ما آمدیم ایمان بیاوریم. شما ایمان بیاورید، اول صبح ایمان بیاورید و همونجا بشینید در مجلس ایشون تا غروب، تا شب استفاده بکنید. وقتی که اونها مطمئن شدن، اعتماد کردن، گفتن اهل کتاب ایمان آوردن، شب که شد، بعد از ظهر که شد، بگید که نه، اون چیزی که ما خواندیم این دین نیست. بعد از ظهر کفر کنید، نه ما این دین را نمیخوایم. تا اون بی سوادهایی که از مسلمانان که اونجا هستند اونا فکر کنن عجب، اینا که اهل کتابند، اینا تحصیل کرده، اینا باسواد، اینها وقتی که آمدند و برگشتن خب تعصبی ندارن، بیچاره عناد ندارند، آمدن قبول کردن، پی بردن که این دین دینی نیست، لذا برگشت. خب به این صورت تشکیک ایجاد میشه در دل مسلمانان. خب مسلمانان نسبت به دین خودشون چی میشن؟ بی رغبت میشن، لذا این جماعت متفرق میشه، به هم میپاشد. خیال کردن با همین سادگی هست، خیال کرده با یک جلسه ای، به هر حال یک عقیده راسخ، عقیده قوی که با تعلیم رسول الله و با تعلیم قرآن بوده، با یک جلسه به هم می پاشد. یا امروز فکر می کنند که بر علیه قرآن و اسلام و دین و توحید با یک جلسه مسلمانان نسبت به اسلام بدگمان میشن، نسبت به عقیده‌ای که برای این عقیده هزاران خون ریخته شده، با یک جلسه و با یک شبکه‌ای به هر حال این عقاید متزلزل میشه. اینها نیرنگ‌های قدیمی هستند که نتیجه نداشتند و الان هم نتیجه انشاءالله نخواهند داشت، به شرط اینکه اهل حق بر مسیر حق درست کار بکنند. لذا الله می فرماید وقالت طائفة من اهل الكتاب، گفت یک گروهی از اهل کتاب، زجر سوم، یک گروهی از اهل کتاب به هم کیشان خودشون گفتند، به رفقای خودشون گفتند، به هم پارتی های خودشون گفتند آمنو بالذی انزل علی الذین، ایمان بیاورید، بنویسی پایینش ظاهرا، شما برید ظاهرا ایمان بیاورید، بالذی انزل علی الذین، به اون قرآنی که نازل شده بر مؤمنین، علی الذین آمنو، به اون قرآنی که بر مسلمانان نازل شده شما ایمان بیاورید. وجه النهار، وجه النهار یعنی اول النهار، اول صبح، اول صبح شما ایمان بیاورید. وکفروا آخره، آخر روز کفر بکنید. آخر روز چیکار بکنید؟ کفر بکنید. لعلهم یرجعون، غرض این تدبیر، غرض این مکر چیه؟ لعلهم یرجعون، شاید مسلمانان برگردند، یرجعون از دین خودشان برگردند. ولی این یهود که فرستادگان خودشون را می فرستادند، گاهی می ترسیدن خود این فرستادگان شکار نشوند، خودشون مسلمان نشوند، لذا تاکید می کردن ولا تؤمنوا، شما ایمان نیاورید صدقا و خالصا، خالصا یه وقتی مؤمن نشید، الا لمن تبع دینکم، مگر کسی که پیرو دین شما باشد، شما او را تایید کنید، دیگه کسی را تصدیق نکنید. الله می فرماید قل ان الهدى هدى الله، بگو که هدایت هدایت الله است، هدایت به دست شما نیست، هدایت اونی که خدا میده. تا زمانی که خدا این همکیشان شما را هدایت نده، اینها با ظاهری که بروند هدایت نمی شوند. ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم. این نکته را توجه بکنید، اینجا فهم آیه یکی از جاهای مشکل هست، دو تفسیر دارد. ان یؤتا، بعضی گفتند که همزه استفهام اینجا مقدر است، چنانچه در یکی از قرائت ها هم همینه، ان یؤتا. ان یؤتا اصلش چی است؟ ان یؤتا یعنی یهود به رفقای خودشون گفتند آیا داده شده کسی مثل ما اوتیتم، مثل آنچه که شما داده شدید؟
او یحاجوکم عند ربکم، یعنی آیا کسی با شما نزد پروردگار بحث میکند بر حقانیتش؟ نه خیر، استفهام انکاری است. یعنی یه وقتی نترسید، هیچ کسی مثل کتاب شما به هیچ کسی داده نمیشه، به هیچ کسی دینی مثل دین شما داده نمیشه. متوجه شدید؟ آیا داده میشه کسی مثل آنچه که شما داده شدید؟ آیا مجادله و بحث میکنه با شما کسی نزد پروردگار فردا یقه شما رو میگیره؟ نه خیر، از این خبرها نیست. این یک تفسیر. تفسیر دوم اینه که ان یؤتا معمول لا تؤمنو هست. این تفسیر را شیخ حسین علی رحمه الله هم ترجیح دادند. یعنی ولا تؤمنو معنیش است ولا تصدقو، شما تایید نکنید، تصدیق نکنید ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، این نکته را که کسی دیگه کتابی مثل کتاب شما به کسی دیگه داده بشه. نه خیر، این را هرگز تصدیق نکنید. یه وقتی نگویید که محمد کتابش مثل کتاب تورات است. ولا تؤمنو، این تصدیق نکنید که ان یؤتا احد، کسی کتابی به کسی کتابی داده شده مثل ما اوتیتم، مثل کتاب شما. و هم این را تصدیق نکنید که او یحاجوکم عند ربکم، اینها فردا پیش رب شما بر علیه شما دلیل قائم میکنند، حجت قائم میکنند. نه خیر، اینا بر حق نیستند که بتوانند این کار را بکنند. پس این متعلق چی هست؟ لا تؤمنو. به هر حال اونها به این سفیران خودشون، به نمایندگان خودشون گفتن که شما تایید نکنید. الله می فرماید قل ان الفضل بید الله، اعلام بفرما که ان الفضل، به درستی فضل به دست الله است. فضل بنویسید نبوت و کتاب. شما تصدیق نمی کنید، شما تایید نمی کنید، خدا که تایید کرده. خدا ذاتی هست که نبوت، کتاب، هر چی به دست او هست، اوست که میدهد، نه شما. قل ان الفضل بید الله، اعلام بفرما به درستی که فضل یعنی نبوت و کتاب به دست الله است. یؤتیه من یشاء، میدهد فضل را به هر کسی که بخواهد. بنویسیم محمد و امته، محمد صلی الله علیه وسلم به محمد داد، به امتش داد. والله واسع علیم، الله عزوجل دربارش وسیع است، خزانه هایش وسیع است. علیم، علیم هست، دانا هست، همه چیز را الله میداند. یختص برحمته من یشاء، الله اختصاص داده به رحمتش کسی را که بخواهد. اختصاص به رحمت الله کی دارد؟ کسی که الله بخواهد. والله ذو الفضل العظیم، الله عزوجل دارای فضل عظیم هست. فضل خداوند خیلی زیاد هست. این فضل خداست که به محمد و یارانش داده. به هر حال الله تعالی تا اینجا زجر بیان فرمود بر اهل کتاب یهودیان. اکنون زجر دیگر، این خیانت در امانت بود، خیانت در کتاب بود، خیانت در دین بود. کسی که خیانت در دین بکند در بقیه مسائل هم خائن میشه. دین یک امانتی هست به دست او هست، اخبار رسول الله امانتی هست به دستش هست. اما چیکار میکند؟ در اموال مردم، خائن دیگه خائن است، در اموال مردم هم چی میکند؟ خیانت میکند. الله میفرماید و من اهل الكتاب، زجر چهارم خیانت مالی بعد از خیانت دینی. و من اهل الكتاب، بعضی از اهل کتاب هستن، من ان تأمنه، اگر شما ایمن باشید بر اونها، یعنی اطمینان بکنی، ایمن باشی، امین قرار بدهی او را، بقنطار، یک خزانه، یؤدیه الیک، او را ادا میکنه. این همونهایی هستن که خیانت نکردند، ایمان آوردند.
اما و منهم بعضی از اونها من ان تأمنه اون کسی است که اگر او را امین قرار بده، امین بدینار، 1 دینار، لا یؤدیه الیک، او را ادا نمی کند، او را پرداخت نمی کند به سوی تو، الا ما دمت علیه قائما، مگر اینکه 24 ساعت بر سرش بیستی، بر بالینش قرار بگیری، 24 ساعت بیستی، دائما بر او قائم باشی، بگه هی پول منو بده، 1 دینار منو بده، آخر اگه بده. لذا این یهود هیچ وقت اقرار نمی کنن به حقانیت شما. ذالک بأنهم این بسبب این است که قالو. دلیل خیانت چیه؟ دلیل خیانت اینها یک قوم بدبختی هستند، روایت و دین و مذهب برای خودشون درست کردن. میگه که این عامی ها اهل کتاب چیرا مشرکین مکه را میگفتند اینها اگر هرچی پولشون به دستتون افتاد بالا بکشید، این اشکالی نداره، فقط از خودتون از اهل کتاب را نخورید. ولی در دین اسلام غدر نیست، خیانت نیست. اسلام میگه مال دشمنت اگر بود به طریق خیانت نخور، ها اگر در جنگ بودی غنیمت به دستت افتاد مبارکه، اما از طریق خیانت اصلا غدر در اسلام نیست. اما اینها ذالک بانهم این بسبب این است که آنان قالو می گفتند لیس علینا فی الامیین سبیل، نیست بر ما در امیین. در امیین یعنی در اکل اموال امیین، اکل اموال بنویسید، در اکل اموال امیین بر ما نیست سبیل. سبیل یعنی مؤاخذه، یعنی خداوند ما را به خاطر مال خوردن این مشرکان و جهال مؤاخذه نمی کند، فقط با اهل کتاب خودمون خیانت نکنیم. الله می فرماید و یقولون علی الله الکذب، اینها بر خدا دروغ میگویند، و هم یعلمون در دل هم میدانند، یعلمون در دل بنویس، آنها در دل هم میدانند که ما داریم دروغ میگوییم. بلا من اوفا بعهده واتقا، بله البته هر کسی که وفا بکند به عهد خودش، عهد و پیمانی که با خدا دارد، واتقا بترسد از نقض عهد، واتقا من نقض العهد، بترسد از عهد شکنی، پایبند عهد بین خود و بین خدای خودش باشد. فإن الله يحب المتقین، به درستی که خداوند این متقین را دوست دارد. این متقی است، این پیمان بسته. این کسی که پیمان شکن است، عهد شکن است، پول اون بیچاره جاهل را نمیده، این ایمان هم نمیاره. اون بی اون پیمان خودش که در تورات دارد هم عمل نمیکنه. اما اون کسی که بقنطار یؤدیه الیک، تأمنه بقنطار یؤدیه الیک، شما یک خزانه پول بهش میدید، بازم به شما برمیگرده. اینجا که به پیمان خودش عمل میکنه، به پیمانی که با خدا بسته هم عمل میکنه. این کی هست؟ عبدالله ابن سلام هست، ابن سوریا هست، ابن یامین هست. اونها به پیمانهای خودش عمل میکنن چون از خدا میترسند، از نقض عهد میترسند. پس فإن الله یحبهم، خدا اونها را دوست دارد، ولی یحبهم نفرمود، یحب المتقین، وضع المظهر موضع المضمر. خدا این متقین را دوست دارد چون اینا متقین هستند، ارزش دارن که صفت متقین به اونها داده بشه. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور ما خاب
خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.